سرودای خلقی یک از ژانرهای مشهور و سیر استعمال فولکلوری تاجیک میباشد که در کانتکست جشن‌های موسمی و اجتماعی، جشن عروسی، مراسم‌های شادی، نشست و محفل‌ها و دیگر موردها سراییده می‌شود. سرودای خلقی که ژانر معمولی فولکلوری تاجیک محسوب می‌گردد از متن‌های مضمون گوناگون نوع عبارت بوده با آهنگ سراییده می‌شود. یعنی متن‌های آن ساختار و شکل یگانه ندارند. آنها از دیگر ژانرهای منظوم با مثل رباعی، دوبیتی، مثنوی، غزل، قطعه و غیره ترکیب می‌یابند. در جمهوری ما انسامبل های فولکلوری، انسامبل های اتنوگرافی و انسامبل های اویلوی خیلی زیاد هستند و امروزها هم شماره آنها زیاد شده ایستاده‌اند. چون این انسامبل ها ما میتونیم نامبر کنیم انسامبل قراتاق پیش از همه که همه تماشابینان، شنوندگان، اخلاصمندان فرهنگ مردم نغز میشناسند. انسامبل مروارید در پنجکین، انسامبل بیبیان در خوجند، انسامبل خواهرکان در کانی بادام، اینچنین انسامبل خانوادگی خلفا در کولاب که اساساً به اجرای سرودهای فلک مشغول هستند. در بدخشان هست همین گونه انسامبل، در شهر دوشنبه هست. یعنی در مجموع ما گفتنی هستیم که انسامبل های فولکلوری اتنوگرافی، انسامبل های اویلوی در رشد فرهنگ ملی، در رشد عنعنه های فولکلوری، عنعنه های خلقی خیلی هم سهم مناسب میگذارند. مقصد اساسی ما و وظیفه مقدس ما این زنده نگاه داشتن ایجادیات دهنکی و خطی خلقی از نسل ها به ما آمده رسیدن، از زمان های پیش به ما آمده رسیدن. این وظیفه مقدس ما است و فرقیت انسامبل فولکلوری از دیگر انسامبل چخیلی که من گفتم، در ما گروهی نسبتاً زیادی آوازخوان‌ها نسبت به دیگر انسامبل و مثال گوییم بریگادها اشتراک میکنند و فعالیت میکنند. برای اینکه یک سرودهایی هست که ما باید که گروهی آنها را اجرا کنیم و هیئت کلان آوازخوان‌ها از همین سبب انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه 26 نفرند. حاضر یک جای با مطربای و سراینده ها 26 نفر. سال پیشتر کمتر زیادتر بودیم، ما 35 نفر بودیم دوره استاد ظفر ناظموف. بعد با گذشت وقت نسبتاً کمتر شدیم. گروهی رقاصا داشتیم، گروهی رقاصا داشتیم، مردها و زنها که حاضر آنها با ما نیستند. مردم شروع تمام توجهشون به همین چیزهای هنری خلقی بودن. بیشتری مردم امروزه ما هست که همون سنت‌های قدیمه، سرودهای قدیمه، اون موسیقی‌های قدیمه اما رو تا حاضر نمیدونن چی گفتن گپ. لیکن بهترین کار در چه شده است که در جمهوری ما بسیار با دستگیری جناب یالی همین چیزهای خلقی را با از نو زنده کردن، احیا کردن پیدا شد. با اعلام گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، این ژانر اصیل که از اجدادانمان باقی مانده است دوباره احیا گردید. این گفتارها را تأسیس انسامبل های فولکلوری اتنوگرافی در شهر و ناحیه‌های کشور ثابت می‌کند. معلوم می‌گردد که در رشد فرهنگ شفاهی، موسیقی ملی و حفظ و انتقال عنعنه‌های مردمی در برابر مردان سهم زنان خیلی زیاد است. بسیار انسامبل های
بانوان که محض بانوان هستند، با نام بانوان هست، با نام مروارید، انسامبل خب خواهرکان میبینیم که اصلا آنجا زنها با فعالیت مشغول هستند. البته بعضی نوازنده‌هاشون اگر مردها هم باشند. اما ما یک انسامبل دیگر رو به قید گرفتیم از شهر خوجند، انسامبل بابایان و آنها شاید به تازگی تأسیس یافته‌اند، در نزدیک قصر فرهنگ شهر خوجند هستند و آنها هم هفته یک مرتبه جمع میشوند. از حسابی بعضی هنرمندان، استادانی هستند که در نفقه می باشند و آنها جمع شده یک انسامبل تشکیل کردند. الکی آنها یک چند سرودها را هم ثبت کردند، به نوار گرفتند، مثلا در تلویزیون ولایتی سوخت به نوار گرفتند و نمایش دادند. و وقتی که پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امام رحمان به شهر خوجند تشریف داشتند، در آنجا هم آنها یک سرودی خیلی زیبا را برای مهمانان اونجا اجرا کردند و فکر میکنم که البته باید ما چطوری که امروز به اصطلاح گندر میگویند، باید ما فقط به یک سرود ترانه‌های یک جنس باید که ما فقط چی میگویند توجه نکنیم. مثلا از جمله بابایان، مردها هم میتوانند سرودهای مخصوصی هست که درباره پدران و بابایان و اینها، یا سرودهای هستند که خلقی که محض باید آنها رو مردها اجرا کنند. خود سرود هم یک جنسیت دارد، باید سراینده آن رو محض انتخاب کند که وقتی که زن اجرا میکند آنجا زن به زن باید به طور معاشقه مراجعت نکند. همراه هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان خواستی زرافشانی یک بدیهی هم کرده بودیم که بیبی ریحان و بابا رحمان بود و با همین مصرع‌های هم سر میشد. امشب شبی تابستان بیبی ریحان مرمتون بازار و خیلی ارزان، بیبی ریحان مرمتون چای تلخ دم کرده، بیبی ریحان مرمتون تکلیف کنید خونه تون. بیبی ریحان، من بیبی ریحان میگفتم، اون که بابا رحمان میگفتن. با همین سرود من همین مردم رو شناخت. چندین در سفرهای هنری میکردیم، چندین ناحیه به میرفتیم، خواه بدخشان باشد، خواه زرافشان باشد، خواه ولایتی سوخت باشد، خواه ولایتی ختلان باشد، که اینه میبینید که همین صورتی خلقی که هست از خلق گرفتیم و همین باز به خلق تیز در دل دیدی مردم جا می شود. تا جایی که ما مشاهده میکنیم در انسامبل های اویلوی بیشتر از بس که سرود و آهنگ ها، مهارت و ملکه اجرا یا نواختن موسیقی، اسباب های موسیقی به طور اویلوی از نسل کلانسال، از پدر و مادر، از بیبی بابا، از تقا امک، از برادر، یعنی از نسل کلان به نسل خرد میگذارد و محیط اویلوی نسبتاً استوارتر است نسبت به محیط بیرونه که در یک کارخانه، در یک اودیتوریوم مثلا استاد به شاگرد درس میگوید. محیط اویلوی استوار است، بیشتر نازکی ها را از خود میکند، چون که نبیره با بابا در یک حولی زندگی میکنند و آنها سالهای دراز در یک زندگی همراه در اشتراک در معرکه‌های مردم، معرکه‌های خودی آنها همراه هستند، بسیار نازکی ها را از خود میکند. یعنی من گفتنی هستم که سهم انسامبل های اویلوی در گسترش سرودهای خلقی بیشتر است. البته سرودهای فولکلور اتنوگرافی هم خیلی خیلی زحمت میکشند، اما اگر ما توجه کنیم شاید در بین آنها هم همین خیلی خویش تبارهای نزدیک هستند. برادران هستند، خواهران هستند که اساسی انامین انسامبل های اتنوگرافی را تشکیل میدهند. روی مالی سرتان شوم، حلقه گوشتان شوم، سرمه چشمتان شوم، یاری وفادارت شوم. اکه 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 برو بزنیم قرصکه، اوکه 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 برو بزنیم قرصکه. روی مالی سرتان شوم، حلقه گوشتان
گوشتان شوم سرمه چشمتان شوم یاری وفادارت شوم اکه 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 برو بزنیم قرصکه اوی اوکه 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 برو بزنیم قرصکه. وقتی که کسی که در همه اویله از پدرش از مادرش برادرش خواهرش دادرش که میدونن که ذوق دارن ذوق بلند دارن ذوق نواختن دارن خواندن دارن جمع کرده با هم ذوق بلند همین کار تشکیل کرده میشود این مجبوری انسامبل اویلوی کردن بسیار دشوار است چون که ما در همین چیزو بدیم هم اشتراک کرده بودیم قطعشون چند جا سفر کرده بودیم در همین یک وقت انانه بلند شده بود چخیلی استاد دولمه خون کردن انسامبل اویلوی انتر کردن بدن چقدر در رسپولیکا مشهور شدن توضیح را ممکن باشن برای همین ذوق بلند باشد اگر انسامبل اویلوی در همون وجودی انسامبل اویلوی هنر باشد همین تشکیل کردن ممکن است برای رشد فرهنگ ملی سهم خود را میگذارند و ما باز هم میتوانیم مثال بیاریم که انسامبل خولف ها با سرداری سعید خولف در شهر کولاب و آنها اعضاهای گروه خیلی زیاد هستند هم برادران عمکزاده ها خواهرزاده ها زیاد هستند تا نبیره هاشان اونجا هستند که مثلا دخترکان رقص میکنند خب سرود خوانی میکنند با گردآوری و با حفظ سازهای موسیقی ملی یک شغلی هم دارد یعنی به مانند خوابی یا شغلی دوست داشته است که سازهای موسیقی را جمع میکنند و البته استفاده هم میکنند الحال زمانی که ما به ایشان صحبت میکردیم 27 عدد سازهای موسیقی داشتند که قسم زیادی آنها را در برنامه‌های خود در رپرتوار خود استفاده میبرند همونی هم که سرودهای خلقی میخونن فولکلوری میخونن تیز در سرودهاشو در دل مردم جا میشود حاضی همانا در بدخشان روان به فکر من در ختلان هم روان در سوخت هم روان که اون سرودهای خلقی تیز در دل دیدی مردم جا میشود بسیار برنامه‌های خوب دارن بهترین چیزی خلقی و فولکلوری اتنوگرافی در انسامبل اویلوی دیده میشود چون که اونو بیرون از وی نمیروند فقط هم منطقه که میگردن منطقه زندگی میکنن از هم مردم دیده همچنان میسازن در گردی همو چیزای بهترین فولکلوری اتنوگرافی سرودای انعنوی پیدا میشود باید گفت که به عنوان شهر کنی بادام در برابری ارج گذاشتن به انعنه‌های گذشته همزمان برای احیا نمودن خاصتا سرودهای انعنوی توجه خاص دارند. یک گروه زنهای کهنسال با راهبری فضیلت جوری و گروه فولکلوری خواهرکان را تأسیس دادند. اعضایان این گروه همه بی‌بی‌های زنده دل هستند. خندیدنایش برای که بر من نگاه بس جفا خندیدنایش برای که همشون زنده دل سرود میخونن همشون رقص میکنن هم رقص هم میکنن هم سرود هم میخونن زنها ما انسامبل ما به همین کار میکنن همشون زنهای نقص من با حاضر حرکت کرده شدیم که با یک تا از جاها و همین قشلاق‌ها با یک تا همین زنهایی که همین زنده دل همین صنعت نقص چی میگه دوست می‌داشتگی سرود خوانده میتونن لیکن همین و یا با رفته یگان چاره‌بینی ها و اشتراک کردگی نیه همین زن‌های هم حوزه حرکت کرده شدیم که همین یافته همین گران اومده همین انسامبل به جلب کنیم که همین انسامبل که برنده سرود خوانم خوشدلم از این هنر من دوستدار صنعتم زین سبب با جان و دل مشغول کار صنعتم این صنعت این فرهنگ این سرایندگی
حافظی به من از مادرم که حالا در سن 90 سالگی زندگی به سر برده ایستادند بیدار شده است. این سیومین انسامبل می باشد. یک انسامبل اولین تشکیل کرده من خیلی زنهای بالای قد، ملاحت خاله، توتی خاله بودند، صبا خاله بودند که اینها سال 1993 در فستیوال عمومی جمهوری عاشق آیدین توخسن اوج بود که در ترکمنستان اشتراک نموده عنوان خلقی به این انسامبل عنوان خلقی سزاوار گردید. بعد این باز یک گروه تشکیل کردیم، بعد این نورانی ها و حالا بعد طی چند سال با حاضر یک نوع احیا کردیم که قریب 10 نفر زنها فعالیت دارند. بعضی ما یک تا مکتب خوندیم برابر هم صنف یا همین خیل بنابر همین من فضیلت جان همین زنهای وای کرده همین نام انسامبل ما خواهرکان ماندیم برای آنکه همه ما خواهر باید یک گریبان سر برآورده همه ما کار کنیم گفته همین به نامش خواهرکان ماندیم. وقتی که اینها به صحنه می آیند آنها نه تنها سرود می خوانند بلکه رقص می کنند، رقص های عنعنوی می کنند. اینها لباس های مخصوصی یا عنعنوی هر کدام ناحیه و شهر و محل خود را به نمایش میگذارند، یعنی با لباس های عنعنوی به صحنه می آیند. اینها بعضی رسم و آیین ها را تکرار میکنند، نمایش میدهند، بعضی عرف و عادت های خلقی را همچنین دوباره به مردم پیشکش میگردانند. یعنی سهمی چنین انسامبل ها خیلی در حفظ نمونه های فولکلور، در انتقال آنها از نسل به نسل مهم است. یک چند سال پیش اگر خاطرتان باشد از بخارا آمدگی بودند انسامبل فولکلوری. اونجا کامپیراکو بودند، فقط یک 12 نفر بودند خیالم اگر خطا نکنم. تماشا کردیم و انسامبل شهری نو من گوش کردم، تماشا کردم، بسیار برآمده خوب دارند و امروز خیلی که شما قید کردید مردم نیاز دارد به همین چیزها، به چیزهای خلقی و وظیفه ما از نو زنده نمودن همون ایجادات خلق مثال به مردم پیشکش کردن است. یک قسمی کمی جوانان امروز با ریپ و دیگر مثال چیزا کم من گوش میکنم رو آورده ایستادن. من نسبت آنها یگان گپ گفتنی نیستم، فقط با اون تشویق کردن هم که رو بیارن به فولکلور، رو بیارن به چیزهای مردمی، رو بیارن. ما یک چیزهایی داریم که همش از دل خلق برآمده است. فضیلت جوریوه میگوید این زنان همه خونشین بودند، به هیچ کجا نمی رفتند. اکنون ما را در چرابینی های حکومتی دعوت می کنند. در همه گونه تدبیرهای فرهنگی ما با لباس ملی برآمد می کنیم و فرهنگ ملی خود را نمایش می دهیم. جایی که نباشم همون سر و لباسی که من در همون فستیوال در بر داشتم در دیگر دولت آمدگی ها امریکا، هندوستان، ژاپن همه هاشون همون صورتی که لباسی ملی در تن داشتم آنها صورتش را گرفته رفتن و حالا کار و فعالیت این انسامبل دوام دارد و ما در آینده خیلی آرزوی نیت‌های بسیار داریم که باز آینده از بین خلق ترانه‌های خلقی را جستجو نموده منظوری خلق گردانیم. باز یک نکته رو میتوان در رابطه با این قید کرد که وقتی که انسامبل ها سرودهای خلقی میخوانند و گذشته از این حتی سرایندگان انفرادی هم بیرون از انسامبل های فولکلور اتنوگرافی سرودهای خلقی میخوانند باید به سر لباس توجه کنند. البته صدا مهم است، طرز اجرا مهم است، اما لباس هم، چهره هم و منظره هم برای تماشابین جنبه های بسیار مهمی صنعت هستند و تاثیر اون شخصی که اون هنرمندی که شاید در طبیعت میخواند، شاید در یک محیط جمعیتی میخواند که همه او رو گوش میکنند، شاید در یک محیطی میخواند که هر گونه سوزنی ها هست، هر گونه مثلا اشیاهای عنعنوی خلقی است، بماند که حوزه ها و طبقه اینها هست. در این محیط اجرا کردن برای تماشابینان باز تأثیر و ثمره دیگر میدهد. یا سال 2007 من سفر کرده بودم در ایران 2007
همونجا هم یک فستیوال فولکلورخوانی بود. وقتی که من سرودی تاجیکی هم فولکلور تاجیکی دیگه دولت ها اگر دوتگی میخوندن، وقتی که من همین لهجه تاجیکانه خیلی سرودهای خلقی میخوندم، هم باور کنید دیگه دولت ها اونجا از پاکستان بودن، از خود ایران بودن، از هندوستان بودن، ما نمیموندن، ما چارتگی سرود میخوندیم. این سرودهای خیلی ما همین مردم ما فولکلوری ما بفکرم در یگان دنیا هم نیست که هم خطا میکنم، در این یگان دولت هم نیست. همین لباس پوشی هم در لباس ما بسیار وای کردن، من تکلیف کردن که بیاد اما چپونی یا تاجیکانه برده بودم. من گفتم نه این نکن، من در خودی ما میزیباد گفتم گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون، آه گیرم درد و بلاتون، نورم در پیش پاتون، گیرم درد و بلاتون، نورم در پیش پاتون. هر یک برنامه باید لباس خودش داشته باشد، لیکن لباسی امروزه مثال زمانوی و چینی و همون لباسایی که مثال قدیمه بودن، همون چیزا باید باشند. هر یک سرود باید یک سرود همون لباس خودش داشته باشد. ансамбли фолклори этнографӣ хоҳаракон яке аз падидаҳои нав дар шаҳри конибодом аст. Ин ансамбл дар ҳунарҳои мардумӣ навоварӣ ва навҷоиро ба миён овард. ансамбли фолклори этнографии хоҳаракон имрӯз на танҳо оробахшандаи саҳнаҳо дар маросимҳои дохили кишвар мебошад, балки дар саҳнаҳои хориҷ аз кишвар низ эътибору шӯҳрати санъати моро боло мебардоранд. вай вақтое ки мо мехондем вай дигар вақт буд, чандин мана ҳамин қадар сол як вай будан, лекин ҳозир мана ҳама замон тараққӣ карда истодааст ҳама ёқ ва ман афсӯс мехӯрам ки ҳамин духтарҳошонро ба саҳна ҳол намемонанд, хондан намемонанд. ман ҳам духтарам ҳам мана кам нашудем, худо ба шукр ҳама иззат ҳурмат мекунанд. ягона хоҳиши ман ки ҳамин фарзандошон дар байни мактабҳо талантҳо бисёранд, суруд мехонанд, овоз доранд, овози худодод мерақсанд. ҳамон фарзандонашонро ман хоҳиш мекунам ки барои таҳсил дар донишгоҳҳои санъат, фарҳанг рухсат диҳанд, хононанд, то оянда фарҳанги мо боз ҳам обрӯ гирад. дар дигар байни давлатҳо то ин дам ҳамин қадар пайдо карда омада истааст, боз дар байни дигар давлатҳо боз аз ин ҳам обрӯи эътибори фарҳанги мо баландтар гардад. дар ассамбли хоҳаракон мана чорабиниҳо мерим, мана сабтҳо мерим, ҳама мо ҳамин занҳо ансамбли акун хоҳаракона мо ҳамин зинда баромад мекунем. ман ҳамин ҳозиранги ҳамин ҳофизова ҳайрон мешавам, ҳамин ҷавонова ҳамин сурудои ҳар хел репи ҳар хел сурудое мехонам. ман дилам ки ҳамин суруда ҳаракат кунад, ҳамин ёшо ҷавоно дар ҳамин зинда хонад, зинда хонданаш дар кор. ман ҳамин хел ҳис мекунам ки он ҷавоное ки баъзи ҳамин маъракаҳо мебинам сурудои ҳамин аз ҷиҳати фонограмма ҳамин мехонанд, маъқул не. ман мехоҳам ки ҳама вақт ҷавоно ҳаракат кунад, ҳамин устодои пешина бо ин суруда зинда хондане ёд гирад ҷавоно. ман ҳамина мехоҳам. мана хоҳараконандиам мана сурудои тайёр мекунем, ай мекунем, ҳама ҷонда баромад мекунем. ҷони майёри туям намешавам, ёр ба касе дар доми туям намешавам, ром ба касе. ин косаи шарбате ки бо ҳам хӯрдем, ҳаргиз нахӯрем шароб аз ҷоми касе. ҳаргиз нахӯрем шароб аз ҷоми касе. боз ҳавоиш манам орзу, дилбари сарвису манам орзу, ман ки надидам чу туе нозанӣ. ҳама сурудҳо мо сурудҳои халқӣ, лекин баъзе сурудҳои ҳам ман ҳолӣ гуфта гузаштам ку баъзе сурудҳои кӯҳнашуда мондагиам
اگر یگان جا شنیده ماندم اگر من خودم همون سروده یافته اومده همین نام به میخوانم که همین سروده با اثر نه برات یک بار ما از درون مردم امروزه تاجیک نشین که هستیم باید ما چیزی فولکلور اتنوگرافی رو به درجه بدونیم که کسی به ما سوال اگر بکنه ما جواب داده بتونیم برای ما فرزندای خودمون برای نسل‌های آینده همیشه ما باید بتونیم بشنویم تماشا کنم بدونن که در حقیقت مردم تاجیک همین خیلی چیزهای قدیمه پیشینه را داشتن که امروز به این درجه اومده تا توجه رسیدگی. سن 12 ساله بودم استاد ودینه باشیم نوحیه همدانی بودن اون کس استادی من است راستیگر 12 ساله در مکتب میانه میخوندیم بعد همین چیزهای خلقی را میخوندیم راستیگر چیزهای خلقی میخوندیم از همون اثر کرده همون سالی با فکرم سال 70 بود همون سال سر کرده بعد استاد ودینه باشیم راستیگر سببگار شدم و را تکلیف کرد به همین نوحیه همدانی و تئاتر خلقیش اومدیم بعد تئاتر خلقی اونجا کار کردم باز به همین فیلارمونیا خیلی کار اومدیم. باید گفت که مرحله به مرحله در کشور انسامبل های فولکلوری اتنوگرافی رشد کرده ایستاده است. انسامبل گنجینه از معروف ترین دسته های هنری کشور محسوب می گردد که هنرمند معروف ظفرناظم به خاطر جمع‌آوری گنجینه هنرهای خلقی این دسته را سازمان داد و در کوتاه‌ترین فرصت موفق نیز شد. جوانایی که ما در انسامبل گنجینه وای کردیم تکلیف کردیم پدیدهای نو من دخترای نو من اومدن بچهای نو اومدن وزید شکرانه 4 تا 5 تا پدیدهای نوی تازه که همین من صداشون علاقه در آینه نیلگون رفتیسن در ثبتای رادیو رفتیسن همین شخی جنوبی گفتن جوانو رو دستگیر کنین ما جوانو رو دستگیر کردیسیم انسامبل گنجینه بهتر وزید انسامبلی که حوز در همین انسامبل گنجینه تازه خلقی مینوختگی بهترین انسامبل شده است. هنری پیشه ما باید به جوانان بآموزیم. ما راستی گپ حوزی در انسامبل ما بسیار جوانان را به کار قبول کرده ایستادیم. قطعا اونها فعالیت کاری داریم و بسیار جوانان قابلیت دون هم بسیار ای و از اون خرسندیم که همه عنعنه ها را پیش گرفته رفتیستند. فولکلور این ایجادات خلق است. از خلق گرفته شده است و ما همون چیزهایی که ایجاد میکنیم همش تکیه به خلقند. ما فقط کارکرد میکنیم همون چیز از نو زنده میکنیم و قید باید کنم که ما حق نداریم همون چیزهایی که خلقی است دیگرگون کنیم. وقتی که دیگرگون میکنید این از همون رویه خلقی بیرون میرود. ما فقط کارکرد میکنیم و اجرا میکنیم و با خلق همین چیزا میرسونیم خیلی که هست. در نویو ما هم فرو میگردیم تاگه 1 سال زده شد دیگه انسامبل گنجینه که به عهده دارم من از همون موی سفیدا کمپیرا بسیار چیزا رو رفته از روی شعرش هم ندوند دیگه از روی آهنگی زمزمه میکرده ثبت کرده گرفته همون آورده ما به طریق سینتزی همین آهنگا رو جا به جا قلب کردیم شعرش یافت کرده از روبوت‌های خلقی مردم نشه که از شعرهای کلاسیک و شاعرای امروزه موسیقی شاعر رو گرفته جابجا کرده امروز تا یک سلسله برنامه 1 ساعت 45 دقیقه باشد ممکن همین ساز کردیم من انسامبل گنجینه قطعی خدا خواهد و قربی انشالله که باور دارم که در آینه نیلگون ثبت می شود. مدت سالها انسامبل را هنرمندان کسبی راهبری کرده در جلب هنروران خوش‌سلیقه و موفقیت‌های ایجادی گنجینه سهمی ارزنده گذاشتند. هدف گنجینه آموختن و احیا نمودن و رواج و گسترش دادن ثروت هنری مردم تاجیک میباشد. سبک انسامبل های اتنوگرافی فولکلوری و انسامبل های اویلوی وابسته است به منطقه ها البته و خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان نماینده بسیار سبک های موسیقی و ترانه سرایی تاجیکان آسیای مرکزی را ما مشاهده میکنیم. مثلا در انسامبل هایی که در وادی حصار هستند، در
шаҳри турсунзода, шаҳри нав, ҳисор, хуб ин тараф то рӯдакӣ, душанбе, дар ин минтақаҳо бештар таъсири сабки бухорию самарқандӣ дида мешавад. ва ҳамчунин дар зарафшон, махсусан дар шаҳри панҷакент, дар он ҷо ҳам намунаҳои сабки самарқандиро дидан мумкин аст, ки бо сабки мардуми водии зарафшон омехта шудааст. ва сабки вақте ки водии зарафшон мегӯем, мо аз масҷои кӯҳӣ агар ин тараф гирем, масалан ноҳияи айнӣ, хуб бозам худи панҷакент, масҷо, инҳо сабкҳои кӯҳистонро доранд, сабкҳое ки хуб бештар масалан сурудҳои нақшхонӣ ба инҳо хос аст ва ҳатто масалан бидуни созҳои мусиқӣ ҳам инҳо иҷро мекунанд. Он чизое ки дар водии зарафшон мисол мардум месароянд, ман худам аз ноҳияи панҷакент ҳастам, мо вақте ки сафар мекунем унҷа аз мардум дастрас мекунем. Он чизе ки мисол оҳангсозо месароянд, чӣ мекунанд, эҷод мекунанду чӣ мекунанд, ин аллакай ин ба фолклор дохил намешавад. Ин чизи ё лирикӣ ё мисол эстрадӣ, ин чизо барои мо ҳама чизое ки мо месароем, мо рафта аз ҳамун калонсоло мисол гӯш мекунему, сабт мекунему, мо тайёр мекунему, аз нав месароем. چه خیلی که هست همین خیلی میسرایم. Ustayı köhne dözem, girdaba girme dözem. Ustayı köhne dözem, girdaba girme dözem. Her yer kökem yak tenge, kene diyor bol dözem. Her yer kökem yak tenge, kene diyor bol dözem. در این مناطق کشور از قدیم الایام در معرکه‌های خرسندی که میان زنان علاهیده برگزار می‌گردیدند، سرودخوانی، دایره‌زنی، رقص و بازی آزادانه وسیع معلوم بود. پیوند موسیقی و سرود در بین مردم این منطقه تا آن درجه بلند بود که آنها حتی مهمانان را با سرود پیشواز می‌گرفتند. имрӯзҳо дар назди шӯъбаҳо ва бахшҳои фарҳангӣ баъзе шаҳру ноҳияҳои кишвар ансамблҳои фолклори этнографӣ эҷод шуданд, таъсис ёфтанд. албатта ин нишонаи хеле хуб аст. агар имкон бошад чунин дастаҳои ҳунарӣ, гурӯҳҳо дар ҳамаи шаҳру навоҳӣ агар пайдо шаванд хуб аст, зеро онҳо фарҳанги миллиро рушд медиҳанд. онҳо метавонанд барои интиқол, барои эҳё ва ҳамчунин барои ҷалби сайёҳон метавонанд ки барномаҳои рангин эҷод кунанд. онҳо метавонанд репертуари худро аз ҳисоби фарҳанги минтақаи худ бой карда ба ноҳияҳои дигар, ба шаҳрҳои дигар сафарҳои ҳунарӣ кунанд. ин хеле хуб аст ки масалан ансамблҳои оилавӣ, ансамблҳои этнографии фолклорӣ аз як минтақа, аз як шаҳр ноҳия ба дигар сафар мекунад, бо мардуми дигар шаҳрноҳӣ аз наздик ошно мешавад ва онҳо аз наздик намунаҳои зебои масалан ҳунарҳои шаҳру навоҳии дигарро тамошо мекунанд. ин яке аз воситаҳои хеле хуб аст барои ваҳдати мардум, ваҳдати фарҳангӣ, барои боз ҳам эҳтирому боз ҳам гиромидошти ягонагию ваҳдати миллӣ. фолклори халқӣ давоми ҳазорсолаҳо бар асари рӯйдодҳои зиёди сиёсиву иҷтимоӣ, анҷоми маъракаву маросимҳои мухталиф софта гардида ба сатҳи ташаккули комил расидааст. дар ҳар таронаву рақси халқӣ тарзи тафаккур ва зист, хислату табиат ва урфу одатҳои мардум равшан инъикос мегардад, зеро онҳо офаридаи эҳсоси хурсандиву комронӣ ё худ ғуссаву ноумедиҳои инсон мебошанд. عجب دلکش بود داد